سرخط مهمترین خبرها: اخراج دختر افغانستانی از تاجیکستان که از خشونت شکایت کرده بود. بعد گزارش رادیوی آزادی 10 مهاجر تاجیک از غلامی آزاد شدند. و زیاد شدن معاش و نفقت در تاجیکستان، آیا نرخ‌ها به تغییر میمانند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به اولین برنامه خبری رادیوی آزادی در سال 2025. امیدوارم که در این سال نیز با خبرهای جالب در خدمت شما خواهیم بود. امروز 1 ژانویه سال 2025 است. مقامات تاجیکستان تمکین مهراب‌الدین، یک دختر افغانستانی را اخراج یا دپورت کردند که از خشونت عائلوی شکایت کرده بود. این دختر 19 نوامبر سال گذشته با گریه در شبکه‌های اجتماعی میگفت شهروند افغانستان از سوی یک هموطنش او را در تاجیکستان عذاب داده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در واکنش به این شکایت نوشته بود تمکین مهراب‌الدین 24 ساله همسر مردی است که از بالای او شکایت کرده بود. مقامات درباره این حادثه دیگر چیزی نگفتند، اما طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی مقامات تاجیکستان تمکین مهراب‌الدین را 17 دکمبر سال 2024 یعنی 2 هفته قبل از تاجیکستان به افغانستان دپورت کردند. مقامات برای شرح مسئله فعلا دسترس نیست. خود تمکین مهراب‌الدین در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان بدون شرح زیاد او، خواهر و برادرش را از منزلشان در شهر وحدت گرفته به گذرگاه 5 بردند و به افغانستان پیش کردند. به گفته این دختر 24 ساله سبب اخراج او را این گفتند که هم روادید تاجیکستان و هم کارت پناهندگی داشته است. شرح رسمی اخراج او فعلا معلوم نیست. شکایت این دختر واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام به میان آورده بود و کاربران از مقامات خواسته بودند قضیه را تحقیق کنند. 10 مهاجر تاجیک که در یک فرمه گاوپروری در منطقه دوردست مگدن روسیه به گفته خودشان غلاموار کار می‌کردند، بعد گزارش میگرانت مدیا رادیوی آزادی نجات داده شدند. این گروه مهاجران در یک پیام ویدیویی به وزارت مهنت و بخش میگرانت مدیا رادیوی آزادی منتداری کردند که آنها را بعد 3 ماه از مهنت سنگین غلامی آزاد کردند. مهاجران در این نوار میگویند آنها را به اتاق گرم آوردند و با غذا تامین هستند. به سبب آنکه این مهاجران حالا هم در حدود روسیه هستند، ما این نوار را پخش کردن نمیتوانیم. این مهاجران میگویند که با وجود رها شدن از شرایط سخت تا حال نتوانستند که معاش خود را بگیرند. آنها از سفارت تاجیکستان در روسیه و نمایندگی وزارت کار و مهاجرت درخواست کمک دارند. این مهاجران اول ماه دکمبر سال گذشته از شرایط سختشان در یک فرمه گاوپروری به بخش میگرانت مدیا رادیوی آزادی شکایت کرده بودند. آنها گفتند در سردی های طاقت فرسا کاری وزنین میکنند ولی نه خوراک خوب دارند و نه معاش میگیرند. صاحب فرمه شناسنامه‌شان را گرفته حضور آنها را قانونی نکرده است. میگرانت مدیا بارها تلاش کرد با او تماس گیرد و موقعش را به قضیه پرسد ولی تا این دم بی نتیجه بود. این باری اول نیست که مهاجران تاجیک در روسیه به شرایط غلامی گرفتار میشوند. خبر افزایش معاش کارمندان بوجوی در تاجیکستان برخی ساکنان را خوشحال نمود که در زندگیشان بهبودی خواهد شد، ولی برخی دیگر با توجه به افزایش نرخ بعضی محصولات چندان باور ندارند که زیاد شدن معاش به وضع زندگیشان تاثیر گذارد. روز 28 دکمبر رئیس جمهور امام علی رحمان خبر داد که از 1 سپتامبر امسال معاش در تاجیکستان از 20 تا 30% زیاد می شود. ادامه موضوع در گزارش علیشیر ظریفی و امیر اسایف. 2 برابر زیاد انصاف نیست. پروینه جمعیوا ساکن شهر خوجند شکوه دارد که در عرفه عید سال نو میلادی نرخ محصولات به خصوص میوه ها در بازارهای دوشنبه و خوجند به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. 1 کیلو انگور 130 سوم شد میگم کجا؟ من 1 کیلو و 1 تونم چی میگوید؟ Клубника им 200 сомон гуфтоз. Қоида 1 кило клубника 200 сомон ми. И клубника 5-6 сомон буд, ҳама мегуфтем ки парникови и слишками бад 200 сомон. Беҳад нархи қимат кардишидем. мо розӣ нестем айн нархо. این بانو و دیگر مهمانان پایتخت در مقایسه نرخ‌های دوشنبه و منطقه‌ها میگویند اونجا هم قیمت شدگی، اونجا هم قیمت شدگی و به طریق دوشنبه نه. دوشنبه سلیش کم نرخ قیمت. دیگر من نپرسیدم اینمی او و شخص اینمی او من در دهاتو همین 12 سمت دمو درجه 13 سمت. باید اگه ارزون بود. کنش اینجا جوی آبتویشه مردم اینجا میبره. هرچند برخی از تاجران میگویند نرخ‌ها در عرفه سال نو تقریبا تغییر نیافته است و شکایت بعضی از خریداران از گرانی‌ها بی اساس میباشد. خانم چی خیلی بود، خیلی مسئله تغییر نمیفته خیلی. مثلا نمون مندری نگفتی که چند است؟ این شانه چیه هم چی شده کن؟
اینه که خریدارا میگن که نرخ بلند شده از سال نو. خیلیش قیمت بشه، خیلیش ارزون بشه، بزرگ بخیر. شماش خیلی است بارش. چی هم 40 فروت هستم، 40 هم 35 بدم 35 میسال. ایش هم 15 بود 15. واسه هم خیلی نمی اناناس ماندارین هم خیلی نبخوش. اینه که میگن در سال نو قیمت شده است. نه دروغه. شکایت ها از گرانشوی نرخ مال و محصولات خصوصا محصولات نیاز اول در تاجیکستان در عرفه عید و جشن ها زیاد صدا می دهد. هرچند مقامات در این روزها یارمرکه و نمایشگاه های فروش محصولات برگزار می کنند، اما ساکنان چنین تدبیرها را برای پیشگیری از بالاروی نرخ مؤثر نمی دانند. شرکت روسیه گازپروم روز 31 دکبر به کاهش انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین شروع کرد. در این باره خبرگزاری رایترز با تکیه به اظهارات شرکت گزارش داده است. این تصمیم در حالی است که روز 1 ژانویه امسال سازشنامه برای انتقال گاز روسیه از طریق خاک اوکراین به اروپا به انجام می رسد. نمایندگان اداره گاز اوکراین خبر دادند که گازپروم برای تمدید انتقال گاز از طریق خاک این کشور درخواست نو نداده است. کیف قبلا از مذاکرات برای تمدید کردن مهلت سازش انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین خودداری کرد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیشتر گفته بود بستن سازشنامه نو درباره گاز تا آغاز سال 2025 غیر ممکن است. مشتریان اساسی گاز روسیه در اروپا، اسلواکیا و افسریا علاقه از منبع‌های دیگر گاز مورد نیاز خود را تامین کردند. برای همین تحلیلگران گفتند قطع گاز از طریق اوکراین و بازار اروپا تاثیر زیادی ندارد. از سال 2022 و بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی فعالانه وابستگی خود را از گاز روسیه کم کردند. گاز از ایالات متحده آمریکا، نروژ و قطر جایگزین گاز روسیه در اروپا شده است. این وضع باعث شده که روسیه موقع اساسی را در بازار سوزشواری اروپا از دست دهد. اولین نتیجه های تحقیقات درباره چپه شدن هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز تا 30 روز دیگر اعلام خواهد شد. در این باره تالگات لاستایف معاون وزیر نقلیات قزاقستان خبر داده است. با گفته این مقامدار فعلا کارهای صحرایی برای تحقیقات انجام می شوند و باقی مانده های هواپیما را در انبار مخصوص در فرودگاه اکتاو نگاه می دارند. پیش از این وزارت نقلیات قزاقستان خبر داده بود که کارشناسان خارجی از جمله از تشکیلات بین المللی اویاسیون شهروندی از برزیل برای تحقیق حادثه وارد قزاقستان شدند. در همین حال قرار است قطعه سیاه هواپیمای سقوط کرده برای تحقیق به برزیل فرستاده شود، جایی که تولید کننده هواپیماهای ناوی امبرایر است. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر از شهر باکو به گروزنی پرواز میکرد در نزدیکی شهر اقتاو در قزاقستان سقوط کرد. 38 نفر جان باخته، 29 تن دیگر مجروح شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از همتای عزیرش ایلهام علیف برای سقوط هواپیمای شرکت آذری عذر پرسیده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 ژانویه را فرا میگیرد. روز 1 январ бар асоси тақвими григорианӣ аввалин рӯзи соли нав ба ҳисоб меравад. ин солшуморӣ аз соли 1582 бо як қарори попи рум Григорий се ҷорӣ шуд ва имрӯз аз ҷониби аксар кишварҳои ҷаҳон риоя мешавад. дар Тоҷикистон тақвими мазкур аз замони Иттиҳоди шӯравӣ расман амал мекунад. 1 январи соли 1961 дар қаламрави Иттиҳоди шӯравӣ ки Тоҷикистон ҳам як ҷузъи он буд, ислоҳоти азими пулӣ ҷорӣ шуд. бар ивази пулҳои нашри соли 1947 ҳукумат сум ё рубли нави шӯравиро ҷорӣ кард ки бо таносуби 1 рубл бар ивази 10 рубли қадимӣ иваз карда шуд. ин пул то замони пошхӯрии Иттиҳоди шӯравӣ дар гардиш буд. 1 январи соли 1928 зодрӯзи Гулчеҳра Сулаймонӣ, яке аз беҳтарин шоирони кӯдакони тоҷик аст ки 75 сол умр дид. духтари шоири ҷавонмард Пайрав Сулаймонӣ аз аввалин шоирони зан аст ки барои маҷмӯаи Себи хубон ва Чилкокули Бозингар бо ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ ва бо унвони шоири халқии Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. маъруфтарин шеъраш Бибиҷонам меояд то имрӯз аз беҳтарин намунаҳои ашъори ӯ барои кӯдакони тоҷик дониста می شود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالب شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.